آره دیگه دارم بلوکس اینا مثلا یکی یا سه اینا آره کار کنید و بیاین تو چیز آره خدا باشه خدا. آقای مهاجر شما اولین خاطره‌ای که در ذهنتون دورترین خاطره‌ای که به خاطر دارید رو میشه تعریف کنید برام؟ اولین خاطره زندگی. آره دورترینی که به یادت میاد. خیلی خوشایند. هرچی. من 3 سال 3.5 سالم بوده. به دوربین نگاه کنم یا به شما؟ به شما نگاه میکنم بهتر است. من 3 سال 3.5 سالم بوده که میرم تو کمد مادر مادر بزرگم توی این کوچه آبشور توی این خونه قدیمی ها قایم میشم و یادم هست که دلم قنج میرفت که بیان من پیدا کنم. بعد یه کمی میگذره و بعد از یه مدتی سر صدا میاد و اینا نگه که اینا همه رفتن تو کوچه و اینا که دنبال حامد میگرده. حامدم شیطون بوده نگران میشن. بعد من از اونجا که نگران بودم که اینا رو نگران کردم از کمد که در انتظار پیدا شده بودم خودم میام بیرون و خودم در واقع پیدا میکنم میگم با من اینجا. اینا هم که همه عصبانی بودن یه فاز کتک منو میگیرن میزنن که کره خبرش مثلا این کار کردیم. خلاص بچه از اونجا گم شد دیگه پیدا نشد. این اولین خاطره که به یادم میاد زندگی اینه. خوبه؟ ادامه بدم؟ تموم شده خاطره. خودم باشم.